چرا مشتری نداری؟ چرا تبلیغاتت جواب نمیده؟ مگه بازار خرابه؟ نه، مشکل جای دیگه است. تبلیغات بدون سایت یعنی ریختن پول تو سطل سوراخ. شرکت‌های بزرگ مثل آمازون اول زیرساخت ساختن، بعد تبلیغ کردن. سایت مثل مغازه دائمی توی اینترنت میمونه. اینجاست که اعتماد مشتری ساخته میشه، نه فقط توی تبلیغ. پس اول سایتتو درست کن، بعد تبلیغ کن. میخوای بدونی چطور اعتماد بسازی و مشتری خودش دنبالت بیاد؟ سابسکرایب کن و قسمت بعدی رو از دست نده.